یکی از شیرینی هایی که در اندوستان طرفداران بسیاری دارد گوزبی است. خمیر گوزبیا در شورت اقدس به دست انگل خان ساخته و پرداخته می شود. عرق زیر بغل و مگس های دور قابلمه چاشنی این شیرینی هستند. کلکسیونی از امراض مختلف در رخسار این گوزبیا نمایان است. یکی دیگر از کسانی که در فروش سنگ قبر در اندوستان تأثیر بسیاری دارد وافورخان است. کار اصلی او تعمیر وافور است و در کنار این شغل شاشپزی هم می کند. وافورخان عقیده دارد که مرگ یک بار و شیون یک بار. مستر نز